به حق خدا بندش که نامی جهان کوروش. یه واحد 120 متری اتمام کار که اسباب اساسیش داخل خونه بود روکش کردیم. رنگ اکریلیک مات سفید. حالش پذیراییش تموم شد. یکی از اتاق خواباش تموم شده که وسیله ها رو چیدیم داخل. اینم اتاق خواب دوم که داریم کار میکنیم. از این بابت اینم یه ویو خاص تو انبار نفت. ویو موشکم نمیدونم کجا میره، هر جا میره به سلامت و خوشی بره. اینم صابخونه آقای گل. راضی بودی داداش؟ بی شوخی جدی. خیلی ممنون. نوکرتم عزیزی. هم خوش اخلاق هم خوش قیمت. مبارکت باشه. نوکرت. قربونه. این یه تیکه کثیف شده، این یه تیکه هم آخر سر یه دست میکشیم. خدایی رنگ اکریلیک رنگیه که به دل میشینه. از تمیزی کار واقعا به دل میشینه، ولی زیرسازی کردنش، زیر کار رو انجام دادنش خیلی سخته. یعنی باور کنید 3 تا دبست نگاه کنید. یکیش که عقب بوده، 1 2 3. این 3 تا 23 تا 25 کیلو میشه 75 کیلو. این 3 تا 75 کیلو مخصوص زیرکاری رنگ اکریلیک شده. 2 تا 12 کیلویی رنگ اکریلیک اینجا استفاده شده. جمعاً 90 کیلو رنگ اینجا استفاده شده. با پمپ فکر کنم با پمپ میزدیم نزدیکای فکر نکنم 40 کیلو هم رنگ اینجا استفاده میبرد. کارم سریعتر جمع میشد، ولی عمر این کاری که من الان اینجا انجام دادم کم 10 سال 15 سال من خودم این کار رو ضمانت میکنم. بدرود.